امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح البخاری یک باب داره به نام باب العلم قبل القول والعمل. یعنی امام بخاری صاحب میگه که پیش از اینکه قول سخن بگویی، تبلیغ بکنی، دعوت بکنی به کلمه لا اله الا الله باید علمش داشته باشی. چرا اگر علم نداشتی باز نصرانی ها واره بدعت به نام دین تبلیغ میکنی. فهمیدی یعنی؟ و عمل هم وقتی میکنی باید اول عمل داشته باشی، علم داشته باشی باز عمل کنی. چرا اگر احکام دین نفهمی بیدینی را عمل میکنی. حالا بسیاری کسا چرا ضالین هستن؟ در نماز چرا میگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین؟ ضالین کی بودن؟ کسایی بودن که علم نداشتن عمل میکرد.